ما گزینش را قرار دادیم توی مملکت که این گزینشات بسیار شایستگانه، انسانیت توانمندان، خیلی از این مغزای متفکران و مدیران توانمندان که گزینش به این صورت اینا را رد میکنه. 40 سال عمریست که انسان عقلش کامل میشه، دیگه بعد از او هیچ امیدی نیست. اگر در این 40 سال این تغییرات نیاید دیگه ما امیدوار آینده نیستیم و برای آینده ملت وعده نمیدیم. چینش نیروها، چینش مدیریت ها باید به نحوه باشه که همه اعتماد بکنن، همه مطمئن باشن که اینجا برای همه مساوی فکر میشه. به شما که اعتماد کرده و شما را مدیری کل قرار داده، شما را استاندار و فرماندار قرار داده، همه را ببینید. هر چیزی که ملت اراده بکنه باید او انجام بگیره. ما با امریکایی ها و با دنیا کار نداریم. اکثریت قاطع ملت ایرانی نمیتونم به جرأت بگم که خواهان تغییرات هستند. مردم بیکارن، شغل ندارن. اگر کسی کنار خیابان نشسته و دست فروشی می کند برای آن که نان حلال برای زن و بچه باشد، نباید این در تنگنا قرار بگیره. مردم باید زندگی بکنن، نانی بخورن. ایجاد شغل که من و شما نمیتوانیم بکنیم، حداقل اگر جای مشغوله قابل تحمل، او را تحمل کنید، او را برداشت کنید. بنده به عنوان یک دلسوز و خیرخواه توصیه میکنم که حرف مردم شنیده بشه. بالاترین سیاست آنها میدانند که رضایت ملت کسب بشه. الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. ظلم بالاترین تهدید برای یک نظام، برای یک سیستم. همه کسانی که در راس امورند و امور به دستشونه باید با تمام توان برای اجرای عدالت تلاش کنند. فرصت بدید به ماها که بیایم صحبت بکنیم. ما هم تو همه ایرانیم، تو همه کشوریم. حوادث، مسائل جدید که آمده، مشکلات جدید که وارد شده و کشور به اینجا رسونده است، لحاظا اینها باید حل بشن که بر ملت بیشتر فشار نیاید و مردم فشار سنگینی را تحمل میکنن. مردم گلویشون خشکه و لحاظا به این مردم باید رسیدگی بشه.